نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اولا تشکر از میزبانی کشور قطر و آلمان. حضار محترم، برادران و خواهران، از همه اولتر خوشحالم که افغانها یک بار دیگر به زیر یک سقف جمع شدند تا درباره یک صلح سرتاسری، موانع آن و راه‌های رسیدن به آن با هم تبادل افکار نمایند و نظرات همدیگر را بشنوند. این یک گام مثبت برای شناخت همدیگر و تسهیل کننده اجتماعات بعدی خواهد بود. هموطنان عزیز، مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان، شورای رهبری، همه خواهان صلح سرتاسری و نظام اسلامی افغان شمول هستند. حاضرین محترم، امارت اسلامی افغانستان قطعا مخالفت با تعلیم و تربیت ندارد. ما خواهان یک نصاب تعلیمی سیستماتیک که استوار بر ارزش‌های اسلامی و با در نظر داشت پیشرفت‌های عصر حاضر باشد هستیم و در بخش سیاست خارجی ما خواهان روابط نیک بر اساس احترام متقابل و بر اساس وین وین، یعنی برد برد با همه همسایگان کشورهای منطقه و فرامنطقه هستیم. برادران و خواهران گرامی، من به قاطعیت به شما اطمینان می‌دهم وقتی که ما با جانب آمریکا بر مسئله تایم تیبل و یا تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی به توافق برسیم، ما ان شاء الله تعالی با مذاکرات بین الافغانی داخل می شویم و برای شما هموطنان عزیز اطمینان می دهم که امارت اسلامی افغانستان خواهان انتقامگیری و تداوم جنگ با خروج نیروهای خارجی نمی باشد. در سایه یک نظام اسلامی ما می توانیم دست با دست همدیگر بدهیم برای بازسازی وطن عزیز خود مشترکاً کار نماییم. در نتیجه بر این مشکلات خانمانسوز 40 ساله خاتمه ببخشیم و وطن عزیز خود را آباد و مرفه بسازیم. البته بعض برادرها از اطفال غزنی یادآوری کردند، اما اطفال وردک و کندوز را فراموش کردند، یا از سرمایه گذاری یادآوری کردند، ولکن از فساد اداری و از واقعه کابل بانک و از واقعی که جنرال صاحب احمدزی به او اشاره کرد اونها را فراموش ساختند، و یا اینکه از بندی شدن بعضی برادرها یادآوری کردند، ولکن او برادرهایی که 13 سال 14 سال بدون با در نظر داشت هیچ نوع حقوق بشری و انسانی در گوانتانامو و به دیگر زندانها سپری کرد، اونها را فراموش کردند. و همچنان او حادثه‌ای که در محبس پلوچرخی رخ داد، یک محبس او چه توانایی را دارد و این نظامی بیاید در داخل محبس در اونجا ضربه بکند، این حادثات را قطعا در نظر نگرفتند. و یا این در وقت زمان امارت اسلامی یک کدنمر فشاور را یادآوری کردند، ولکن اشغال زمین و فضا و همه سرزمین افغان هیچ نوع یادآوری نکردند. و برادر ما آیه مبارکه را یاد کردند که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. این درست است، در اینجا خطاب برای مؤمنان است. در صورتی که مسلمان ها در یک چیز در مابین خود تنازع داشته باشند، باید به کتاب الله و به سنت رسول الله مراجعه نمایند. ما به این یقین داریم، ایمان کامل داریم، و در صورتی که متجاوزین سرزمین مسلمان ها را اشغال بکند، در اون صورت خداوند تبارک و تعالی مسلمان ها را امر به مقاومت می نماید. ما بعد از خروج نیروهای خارجی، ما برای همه شما برادران و برای همه شما خواهران گرامی اطمینان را می دهیم که ما انشاءالله در مابین خود مثل که امروز نشسته هستیم، این چنین با هم میشینیم انشاءالله. همه مشکلاتی که خود داریم، همه افغان ها این استعداد را دارند با هم بشینند،
تمام مشاکلی که در مابین خود دارند او را به فضای باز با هم برادروار با هم صحبت نمایند و همه اختلافات خود را با هم حل نمایند و در نتیجه انشاءالله با هم با یک صلح آرامی در یک صلح سرتاسری و با هم با اخوت با هم زندگی بکنیم. انشاءالله این کل نیست وقتی که امریکایی ها تایم تیبل اعلان بکنن بعد از اون ما و شما انشاءالله به مذاکرات بین الافغانی داخل می شویم. همه مشکلاتی که در مابین هست اختلافات حتی در مابین دو هم امکان دارد وجود داشته باشد. این یک واقعیت است. ما انشاءالله با هم میشینیم همه مشکلاتی که هست او را می توانیم در مابین خود حل کنیم. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله.